الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز از دهه مبارکی این ماه مبارک رمضان ساعتهای او سپری شده ایستاده است. اولا شکر خدا را که ما و شما را به این ماه مبارک رسانید. الحمدلله که 2 جمعه شد از این ماه مبارک ما و شما نماز انجام میدهیم. از این خاطر به حرمت این دهه اول مبارک در افتتاح سخن، در آغاز سخنمان یک جا دعا میکنیم پروردگارا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. پروردگارا اولا اجابت داریم از اون دعایی که خدایا اون دعا را تو نشنوی، به سوی تو از این دعا پناه طلب میکنیم. و خدایا از علمی که به فایده مردمی تو نباشد، بندگانی تو نباشد، از علمی که فایده اسلامی تو نباشد، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از جمیع آن اعمالهایی که مثل نماز است، زکات است، روزه است و دیگر طاعت عبادتی که پیشنهاد درگاه تو نمی شود و به درگاه تو قبول نمی گردند، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا میدانیم خود فرمودی روزه از من است و من روزدار را خود مکافات میدهم. خدایا از آن مکافات خودت، از آن اجرهای بی عدد خودت اهل این جمعیت ما را برخوردار بگردانی. خدایا به حرمت این ماه مبارکت گذشتگان این جمعیت رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا این جمعیت ما را عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع نصیب و روزیشان بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. آیتی که مبارکه که الحال به سمع شما تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست که خداوند به ما و شما خبر میدهد، میگوید شهر رمضان. آیا این یک ماه مبارک رمضان دیگر فضیلت چه بر شما خبر بتم چی هست؟ انزل فیه القرآن. این ماه چنان فضیلت دارد که در این ماه کتاب به نام قرآن به شما دسترس شد. از نزد من بر آسمان دنیا این قرآن پایان شد و این قرآن را جبرائیل در مدت 23 سال
با محمد حبیب من صلی الله علیه و سلم آیت به آیت، سوره به سوره رسانید. این قرآن خدا میگوید هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. این قرآن من کتابی هست که هدایت کننده تمام عالمیان است، تمام مردم است. و اگر کسی میخواهد که هدایت بیابد، کسی میخواهد نجات بیابد، در این قرآن خدا میگه دلیل های خیلی آشکار و وسیع برای او بیان کردگی هستم. و این قرآن من قرآنی هست که حلال از حرام جدا میکند. شما به او نظارت کنین، شما به او نگاه کنین. خدا رحمت کند. ما در بزرگی قرآن تسلیم هستیم. ما قرآن را مقدس میشماریم، ما قرآن را مکرم میشماریم، زیرا خدا میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب کتابی هست که در سخن خدا بودن شک نیست. این سخن خداست. این سخن یگان مخلوق نیست. سخن یگان پادشاه و فرزند پادشاه نیست. این سخن خداست میگه. از این خاطر محمد اقبال لاهوری که حضرتم تسلیمی بر این کتاب هستند، بزرگی این کتاب حس کردن، گفتند راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. اگر من حقانی بر شما بیان کنم و از صدق دل برای شما آن چیزی که در دل ما پوشیده است به شما خبر بتم، والله که این کتاب از کتابم دیده بزرگتر است، این چیزی دیگر است. رسول الله میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. رسول الله گفتن آیا ای امتی من بهترین شما را خبر دهم که بهترین شما کی است؟ اصحاب گفتن کی هست پیغمبر خدا؟ بهترین ما در بین ما کیست؟ رسول الله گفتن کسی که تلاوت قرآن میکند، کسی قرآن را کشاده میکند، بوسه میکند، کتاب خدا میداند، او را احترام میکند، او را در خاندان خود جای میکند، در جای این کتابهای باطلی که در خاندان ما و شماست آنها را بیراه میکند و قرآن مقدس در اون خانه جای میکند و او را تلاوت میکند. رسول اکرم گفتن بهترین انسان و علمه و بهترین شما کسی هست که بعد آنی که خود قرآن خوان شد رفیق خدا، فرزند خدا، همسایه خدا باز قرآن خوان میکند. برای همین از همه شما دادرای عزیز، برادرای عزیز کار کنید که این قرآن برای خودتان دائم سحر نیمروز بیگاه حق دارد قرآن در خاندان شما که باید دائم شما این قرآن را چیکار کنین؟ تلاوت کنین. از هر حرف این برای شما ثواب میرسد. هر حرف این 10 ثواب دارد. حتی رسول الله گفتن ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. من نمیگم که یک الف لامی که شما در اول قرآن میخوانین در همین 3 حرف 1 ثواب، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب. در یک الف لام میم 30 ثواب شما از خود میکنید. مثل الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. پیغمبر خدا گفت آیا مؤمن و مسلمانی که قرآن میخواند از مؤمن و مسلمانی که قرآن نمیخواند آیا چی فرق دارد؟ رسول الله تشبیه دادند کدام مؤمنی که قرآن خوان است، قرآن تلاوت میکند، وی گفت مثل میوه مندرین است. مندرین یا اپلسین ما و شما استفاده میکنیم. ریحها طیبون طعمها طیبون، بوی خوب دارد، مزه خوب دارد. مؤمنی که قرائت قرآن نمیکند گفت پیغمبر خدا کدام مؤمنی که مؤمن است، نمازخوان است لیکن قرآن خوان نیست، گفت وای حکم خرما را دارد، مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. کار کنین برادرای عزیز، ما و شما دستورات ما و شما کنستیتوت ما و شما بگیم پروگرامی که ما و شما باید با او زندگی کنیم این قرآن است.
اینا باید ما و شما تلاوت کنیم تا که در این تشبیه که پیغمبر خدا دادن ما و شما داخل شویم، مزه‌مان هم شیرین شود، بویمان هم زیبا شود. رسول الله در دوام حدیث میگویند، در دیگر حدیث خبر میدهد لو جعل قرآن فی اهاب ثم القی فی النار ما احتقره. کدام انسانی که قرآن میخواند، این قرآن گفت در پوست اون نقش میبندد. کدام مؤمنی که آیاتهای قرآن اذیت میکند، خواه کم خواه نصف خواه کلن اذیت میکند، رسول الله گفتند که اگر این انسان قرآن خوانه، ملائکه های دوزخ اگر در دوزخ هم که پرتایند ما احترق، دوزخ اینها را نمی سوزاند. برای شما این قرآن یک سپر است. حرکت کنین چگونه ای که برای زندگی دوادو میکنین، برای چگونه ای که فرزندها را علاکه اندیشه داریم که در کدام مکتبهای داخل کنیم، اگرچه غلط نیست، ما هم دعوتمان همین است که فرزندهای همه ما و شما خواننده شوند، لکن در برابر این کار کنیم که اونها را قرآن خوان کنیم، اونها قرآن خوان باشد. عمر میگه روز من تورات میخواندم در دوره های مسلمانی حضرت عمر، رسول اکرم میگه از بالای سر من نگاه کرد و گفت عمر، گفت چی میخوانی؟ گفتم تورات موسی را نظر دارم. رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر صاحب همین کتاب موسی زنده میشد، هر آینه این تورات در یک کنج از خانه میگذاشت و چنگ به قرآن محمد میزد. اینا پوش گفت قرآن تلاوت کن. از این خاطر شما میتونید در خاندان خود این انجیل عیسی و تورات موسی را راه نتین. اینا کتابای منسوخ شده بیکاره باطل هستند. امروز قرآن، صدای قرآن، آداب قرآن باید که در خاندان ما و شما باشد. در دوام آیات خدا چی گفت؟ گفت فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادا به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دگو روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیاره. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست، روزت خور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی، خوفی بر بیماری داری، خوفی بر زیادشوی بیماری داری، روزت بخور، هیچ گناهی برای تو نیست. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بنی الاسلام علی 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم. اگر این 5 چیز در ما و شما باشد، این صورت ما با زبانی دراز می توانیم گفته که الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینا چیا هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
یکم نشانه اسلامداری ما و شما، پیغمبر خدا گفتند این است که تو باید گواهی بدهی که خداوند یک و یگانه هست، پدر ندارد، مادر ندارد، فرزند ندارد. و گواهی میدی هم این که محمد بنده خداست، پیغمبر خداست، فرستاده خدا به سوی خلق است تا که احکام شریعت را برای ما و شما تعلیم بدهد. این یکم وظیفه هر یک فرد مسلمان است که باید در بیچگونگی و بیمثلی و بیمانندی و به اولاد و به اجدادی خداوند شاهدی دهد و این تسلیم باشد و بعداً بر پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم شاهدی دهد که پیغمبری بر حق است. دویم، پیغمبر خدا گفتند اقام الصلات. دویم دعوایی که مسلمان میکند و دویم وظیفه‌ای که مسلمان در پیش خود دارد این است که باید 5 وقت نماز خوانده شود. اگر 5 وقت نماز ما و شما خوانده نشود، این صورت ده خود جدا کنین که پایه خانه ما و شما، پایه اسلام ما و شما یک پایش نیست. خاندانی که پایه نداشته باشد او خراب می شود. اون خانه بی پایه ایستاده نمیتواند. رسول الله میگوید من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که اگر در دنیا نماز میخواند این نماز برای او حجت است، برای او دلیل است، برای او برهان است در روز قیامت از آتش دوزخ. و حجت چه نشان میدهد که من الحمدلله مسلمان هستم، مرحمت حجت من. و من لم یحافظ علیها، در دوام گفتم پیغمبر اگر مبادای که مسلمانی که نام مسلمانی مؤمنی داشت لکن نماز نمیخوان، وای چی گفت؟ پیغمبر خدا گفت، وای گفت همراه فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف است. روز قیامت این در زیر بیرق همین طغیانگران، همین دشمنانی پیغمبر و دشمنان کتاب خدا در زیر اینها صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز نمیخوانند. و سیوم نشانه اسلام ما و شما ایتاء الزکات. کدام شما اگر مالدار باشین، دولتدار باشین، خدا باز دولت شما را باز زیاده کند، لکن از دولتتان حق خدا را جدا کنید، زکات مال جدا کنید. بر یک برادر خودت، بر یک خواهر خودت، بر همسایه خودت، بر رفیق خودت، بر مسجد خودتان، بر یک طالب علم برده اینا چکار کن؟ تسلیم کن. این سیوم نشانه و سیوم وظیفه هر یک فرد مسلمان است. والحج من استطاع. پیغمبر خدا گفت چهارم نشانه ای که مسلمان دارد این چی است؟ چهارم نشانه ما و شما این حج است. اگر کدامی از ما و شما شرایط حج در ما و شما پیدا شد، باید که ما و شما، حضرت امام اعظم گفتن علی الفور، اگر 1 ماه به حج مانده باشد و تو صاحب همان مال نصاب و حق مثال زکات پیدا شد در تو، یا مالی رفتن و آمدن حج در تو پیدا شد، در حال در گردن تو فرض میگردد. اگر کسی که در دنیا به حج و زمین پولداریش اگر میگذرد در نزد خدا عاصی و گناهکار است. و پنجم نشانه ای که ایمانداری و اسلامداری ما و شما را نشان میدهد این ماه رمضان است. این 5 نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد، باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است. حضرت ابو هریره میگوید رسول اکرم فرمودند من انفق زوجین فی سبیل الله
نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. رسول الله گفتند اگر کدام از امت من یک جفت یا یک اسب ماده با همراهی نرش یا یک اشتری ماده را با همراهی اشتری نر، یعنی هر یک چیز با همراهی جفتش اگر در راه خدا خیر کند، چی گفتند؟ رسول الله گفتند که از درهای جنت صدا می شده است که ای بنده خدا، این فعل تو بسیار فعلی پسندیده است، بسیار فعلی خوب کردی. فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. رسول الله میگوید کسی در دنیا نمازخوان باشد از دروازه های جنت صدا می شده است، از دروازه‌ای که خاصه برای نمازخوان هاست از اون صدا می شده است ای بنده نمازخوان مرحمت واردی من شو. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا مجاهد از دنیا میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی است، خاندان و فرزند و همه را پس سر ماندگی و برای اسلام و ایمان و قرآن مبارزه برده است، اینها را در جهاد در جنت است دعوت میکند ای مجاهد خانه من داخل شو. و من کان من اهل الصیام، کسی در دنیا روزدار باشد، دعی من باب الریان. رسول الله گفتند کسی که در دنیا روزدار باشد در جنت از دروازه ریان که یک دروازه هست، انشاءالله وقت شد من این دروازه را به شما شهر میتم، نام او ریان است. همین دروازه ریان منتظر تمام ما و شما روزدارهایی که از برای خدا روزه گرفته باشید. فریاد میزند ای روزدار وارد من شو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. پیغمبر خدا گفت اگر کسی در دنیا سخی بود، دستی دهندگی داشت، مسکین ها و فقیرها و بیچاره ها را یاردم میکرد، از دروازه صدقات فریاد. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. رسول الله دوام دادن حدیث مبارکه کسی که اگر از اهل صدقه باشد فریاد زده می شود از دروازه های صدقه که وارد من شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید من در این حالت حدیث پیغمبر خدا نزد او نشسته بودم، فقلت بأبی انت و امی یا رسول الله. به جانب پیغمبر خدا گشته گفتم پیغمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد. ابوبکر صدیق رسول الله را بسیار دوست می داشتند. گفتند پدر و مادرم فدای تو باد. هل یدعى احد من تلك الابواب كلها. رسول الله گفتم آیا شخص یافت می شود که از تمام دروازه های جنت اون شخص را فریاد کرده شود، مثل که از دروازه نماز، از دروازه جهاد، از دروازه روزه، از تمام دروازه ها اون کس فریاد زده شود که وارد من شو؟ آیا این چنین امت داری؟ رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن ارجو ان تکون منهم. ابوبکر گفت من امید دارم که یکی از آن امتانم تو هستی، از همان امتانی که از تمام دروازه های بهشت اون کس فریاد زده می شود ابوبکر صدیق تو هستی. ابوبکر میگه من گریان شدم، زیرا من رسول اکرم از جانم دیده، از پدر و مادرم دیده دوست می داشتم. حتی میگوید ابوبکر در سخنهای خود حب بیلی من الدنیا ثلاث، النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی علی رسول الله و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. من در دنیا سه چیز را برای خود محبوب می شمارم، سه چیز را دوست می دارم. یکم این که دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دویم چیزی که من دوست می دارم گفت ابوبکر صدیق این است که آن چیزی که از دولت و سهولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که
دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این سه چیزی که محبوب برای او بود، با این سه چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سهولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگد به جانب من گشت گفت عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گفت من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤوا کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتوم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب الکی به دست راست گرفتن من سبب نجات من است. من اینا در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکرد، میگوید اولین شخصی که در روز قیامت نامه اعمالش به دست راستی او داده می شود این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟ تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد اولین نامه اعمالت به دست راست؟ گو هیهات گفت. اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستاده. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کرده. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همان نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده میشوی تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگد به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است. پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم.
زیرا که این لباس ها گو عایشه گو لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده هست، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم چنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما را هم بچه را من کنیم. بچه ها توجه کنین، چیاب نیست، بیمار هستند. خداوند به همه چیز قادر است. اینا کسانی هستند که ما و شما باید عبرت بگیریم. خداوند می تواند بنده را هر گونه بیافرد. خدا قدرت دارد که از نعمت عقل ما و شما را دور کند. وقتی ما و شما به قدر نعمت خدا اگر نرسیم، ما و شما می توانیم که از تمام دروازه های جنت ما و شما را صدا کنند، مثل که ابوبکر صدیق صدا می کردند، فریاد می زدند. هر کدام اون خواهش داشت که ابوبکر در کوچه های ما دور بگرداند. حضرت ابو هریره میگوید نزد رسول اکرم بودم، زمان میگد یک اعرابی آمد نزد رسول اکرم و پرسان کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همون عمل باشم چیکار کنم؟ داخل جنت شوم. رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اولا بنده خدا، مادام که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟ باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یکه و یگانه بدانی. خدا را یکه و یگانه بدانی. اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار. مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید. در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است، از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه تبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم گو معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که برای دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که امروز مردم نصرانی دعوا میکنن فرزند خدا، سوره مریم شما نظر کنید در قرآن، همین عیسی وقتی تولد میشود، به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست، دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟
همین عیسی وقتی تولد شد به مادرش خداوند سفارش داد 3 روز تو روزه داری، 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود، قصه قرآنی است، این یگان حکایه و افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. آنها گفتند ما را مسخره میکنی، کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن، در دوام همین آیات. بدرستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. اما شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکنند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیات چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسی وقتی گفت ای بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنیم. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من میآید بشارت میدهم که نام او احمد است، شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتند؟ عیسی هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت. این تصدیق نکردند. اینا سخنهای حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کاری کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود، این را نفروشیم. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل بفهم وقتی که تو مبارزه با این میبری، هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریازی پوزی سگ نجس، کی شود خورشید ازیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا هست. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند، آیا دریا ناپاک میشود؟ نه، ناپاک نمیشود. این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آب دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند میگزند، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چرا این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد، لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان.
توف برویش باز گردد بی شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگد این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف میکنن. آیا توف در یگان تاقچه روز میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که هست، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دین بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمتی دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا اصلا او دین از او کس قبول نمیکنه و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشون میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دماند، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. با این $100 و $200 که به ما و شما میدهم باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمیشود. اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما اگر عوض کننده برای ایمان من باشد. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدایجه در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرف میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست، زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت.
طلب کردم. ای زن گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالان که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همان گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم. گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی، کمی بر من بده. میگه در بالای ظرفی من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه. میگه حولی من میگه تماما همان بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدتی نشستم، پس گشتم، باز کاسه در دستم، باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد، آوردم در خانه، نشستم مدتی، هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم. میگه دیگر شرم کردم. چهارم بار، پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرتافتم و دست هم کشادم. گفتم پروردگارا، ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نه آمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علا، گفت 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی، من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند، من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن. من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را همچنان عبادت کنین که در ذات خداوندی هیچ شریکی نیاری. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارکی داشت. هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی، با شکم سیر نی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنیم. این گونه نبود. رسول الله کوها به کوها دور میگشت برای اسلام بر گوش مردم رسانیدن. وقتی میگه رسول الله میگشت، عادتش همین بود که در مسجد رفته 2 رکعت نماز میخواندن. اول خانه‌ای که داخل میشد این خانه فاطمه بود. فاطمه را میگه زیارت میکرد، فاطمه بوسه میکرد پدرش. بعد خانه های ازواج مطهرات نوبت خانه زنهاش میشد. بار میگه همین رسول اکرم از سفر دور و دراز تبلیغ میگه برگشت، آمد میگه خانه فاطمه در آمد. فاطمه میگه با مجردی که میگه دیدم رسول اکرم، دیگر آب چشم میگه داشته نتانستم. میگه از من پرسید فاطمه گریه برای چی میکنی؟ گفتم پدر، گفتم وقتی تو از سفر برمیگردی این حالی تو را من میبینم، چهره تو همه کندگی، شکم تو گرسنه، لباسهای تو چرکین است، من هیچ دیگر طاقت نمیکنم. گفت میگه رسول الله گشته گفت فاطمه گریه نکن، خداوند بر پدر تو چنان عنایت کرده است، چنان دین را داده است که این دین در تمام خانه‌ای که خواه از سنگ خواه از خاک ساخته شده است در تمام خانه داخل می شود. خواه اون خاندان خار می سازد، خواه اون خاندان درجه شد در قیامت بلند می کند. این همچنان دینی هست که دنیا را فرا می گیرد. گفت فاطمه، گفت تو برای این عذاب و این شکنجه و مهنتی من گفت تو گریه نکن. پیشوای ما و شما اینقدر مشقت ها کشیدن. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ این اعرابی که برای تعلیم آمده بود گفت تقیم الصلاة المکتوبه، بعد از آنی که شریک به خدا نیاوردی 5 وقت نماز ادا کن. و تؤدی الزکات المفروضه، اگر مال داشته باشی از مالت زکات بده. و تصوم رمضان، اگر ماه رمضان آمد از ماه رمضان روزه بگیر.
فلما ولى، وقتی میگه این مرد پشت گرداند و وظیفه های خودش قبول کرد و از مسجد بیرون شد، رسول الله گفت من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. کسی اگر بخواهد که مرد اهل جنت را نظارت کند، مردک جنتی را ببیند، نظر بر همین مرد کنید، همین از اهل جنت است. یعنی مقصد پیغمبر خدا کسی که همین عملهایی که من گفتم اگر چنگ زننده این عمل باشد، اون کس البته وارد جنت می شود. خوش به حال همه ما و شما که به یکی از نعمتهایی که الحال ما و شما این روزها را گذرانیده ایستاده ایم، این ماه مبارک رمضان است. حضرت موسی میگه وقتی مناجاتش تمام کرد، خداوند به سوی میگه گشته گفت، موسی گفت من بر امت محمد دو نور میتم. این دو نور گفت برای دو تاریکی بر این امت لازم می شود. پرسان کردم من نوران، این دو نور چی هست ای خداوند؟ گفت نور القرآن و نور رمضان. نور قرآن شان میتم و نور رمضان شان میتم. و مع ظلمتان، گفتم اون دو تاریکیه که این دو نور بزید این دو تاریکی مبارزه میبرد، اینها کدام است؟ خداوند میگه گفتن که ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامه. این نور قرآن و نور رمضان تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت را بر این امت آسان میگرداند و روشن میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این موعظه کرده شده در نامه اعمال اهل این بندگان کتابت بفرمایی و خدایا در دل ما محبت خودت را، پیغمبرت را، ایمان اسلامت را زیاده بگردانی و خدایا تمام این بندگانی که با یک مراد و با یک مطلوب و با یک مقصودی که به این خانه تو آمدند و مهمان تو هستند، خدایا اینها را ناامید از خانه خود بر نگردانی و برادرانی که در اینجا خیر احسانها کردند، خدای خیر احسانهاشون به درگاهت مقبول بگردانی و مرادهاشون خدای حاصل بسازی. و برادرمان بابای شون باترخان و اکی جورخان، مولانا صاحب، اینها اکی رحمتی استا اسلام، از جانب اینها یک خیر صدقه برای آبادی همین مسجد که الحال یک نیتی داریم در همین پهلوی مسجد یک بنای دیگر یعنی بسازیم، یک یاردم کلانی کرد برادرمان اکیشان. خداوند این ثواب و ثمره را در نامه اعمالش کتابت کند و خدا عمر دراز و تنی صحت و فرزنداش خدا از کل آفتهای زمینی و آسمانی نگه بدارد. آمین و رب العالمین. کدام برادرای باشد اگر همینجا یک نیت کردیم، این مجبوری نیست، انشاءالله خداوند کاری خودش است بودش میکند. کسی که اگر نیت یاردم داشته باشد میتوند که مراجعت کند بر ما، چیزی که مثال از دستش می آید. انشاءالله پهلو مانده یک عمارتی یعنی برای نشست بالاش پوشیده و یعنی حاضر زمان در نیتهای برادرها هستند، مصلحتها کردند. کسی که برای فایده جان خودش، برای قیامت خودش چی مقداری که باشد اگر یاردم کند، انشاءالله نامشون کتابت میکنیم، در حقشون دایم دعا میکنیم. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین و رب العالمین.